شده تا حالا احساس کنی که بخشی از خودتو داری پنهان میکنی؟ چی میشد اگه پذیرش اون بخش‌های پنهان میتونست قابلیت کامل تو رو آزاد کنه؟ با من بمون تا بفهمی که چطور روبرو شدن با ترسات میتونه زندگی تو تغییر بده. سلام، من شمیم هستم و در واقع توسعه دهنده UI UX هستم. عاشق کاوش در جنبه‌های عمیق رشد شخصی و خودسازی از دیدگاه جذاب روانشناسی هستم. اینو تصور کن که همه ما یه بخشی از خودمون رو به دنیا نشون میدیم و یه بخشی رو پنهان میکنیم. کارل یانگ این بخش پنهان رو سایه نامیده. سایه از تمام چیزهایی تشکیل شده که ما سرکوب میکنیم چون فکر میکنیم بده یا قابل قبول نیست. ولی اگه بهت بگم که نادیده گرفتن این بخش از خودمون باعث میشه که واقعا عالی نباشیم، چی میگی؟ بذار یه مثال برات بزنم. تصور کن که در ریاضی خوب هستی و دوستات تو رو به باشگاه ریاضی دعوت میکنن یا به یه چالش دعوت میکنن. تو میترسی چون ممکنه اونقدر هم که فکر میکنی خوب نباشی. پس اینجا 2 انتخاب داری. 1. از باشگاه دوری کنی، توی منطقه امن خودت بمونی و هیچ وقت قابلیت واقعی تو ندونی. 2. به باشگاه بپیوندی، با ترسات روبرو بشی و ببینی واقعا در چه جایگاهی هستی. این ممکنه اولش سخت باشه ولی تنها راه برای بهبود و رشد واقعی همینه. بذار برات توضیح بدم. ما دوست داریم درباره پتانسیلمون رویا پردازی و خیال بافی کنیم. راحت تره که فکر کنیم میتونیم هر چیزی باشیم، ولی رشد واقعی از عمل کردن میاد، نه از خیال بافی. روبرو شدن با واقعیت ممکنه به اندازه رویا پردازی سرگرم کننده نباشه، ولی راهی که پیشرفت واقعی درش میکنیم همینه. سفر به سمت خودسازی با پذیرش خودمون شروع میشه، با پذیرش سایمون. بخشی از خودمون که از روبرو شدن باهاشون ترس داشتیم قبول کنیم. این ما رو کامل میکنه و به ما کمک میکنه تا به پتانسیل کامل خودمون برسیم. نادیده گرفتن سایمون ما رو ناقص و پر از پشیمونی میکنه. پس آیا با سایت روبرو میشی یا ازش فرار میکنی؟ میخوای در واقعیت شکست بخوری یا در خود واقعی تو بپذیری؟ همین الان شروع کن و به سایت فکر کن و اولین قدم به سمت پذیرش خودت و رشد تو بردار. اگر میخوای در سریع‌ترین زمان ممکن به موفقیت برسی، کانال منو سابسکرایب کن و بهت توصیه میکنم که روی این ویدیو بعدی کلیک کنی. بیا با هم بهتر بشیم.